در شروع باز یک هفته نو کوری از استودیوی مرکزی در پراگ تازه‌های تاجیکستان و جهان را منظور شما می‌گردانیم. سلام دوستان مهربان. موضوع امروز 19 می در برنامه اخباری آزادی از این قرار است. دومه دولتی قانون درباره پاتنت را دیگر می‌کند. آیا نوبت‌پایی کم و کاری مهاجران آسان‌تر می‌شود؟ هلاکت یک افسر تاجیک در صدمه نقلیاتی در مرز با افغانستان. تحقیق حادثه ادامه دارد. و غذا بهر کسی که برای گذاشتن لایک زندانی شده است. امیدواری های خویشاوندان به آزادی این افراد از زندان های تاجیکستان. بعضا تاکید می‌استادم که حقیقت‌گویی هم نکنید که لیوای آدم سخت میرسد. میگفتم بعد خیر کن عادت باشد می نتونم. اما شروع میکنیم از یک خبر دیگر. دادگاه شهری مسکو روز 19 می امر داد مهلت بازداشت 4 شهروند تاجیکستان گمانبر به حمله به تالار کنسرتی کروکوس 4 ماه دیگر دراز کرده شود. دفتر مطبوعات دادگاه گفت با امر دادگاه فریدون شمس‌الدین، سید اکرم رجب‌علی زاده، دلیرجان میرزایی و محمد صابر فیضов 3 ماه و 28 روز دیگر در بازداشتگاه میمانند. حمله به تالار کنسرتی کروکوس روز 22 می مارت سال 2024 رخ داد و در نتیجه 144 نفر کشته و صدها تن زخمی شدند. مقامات روسیه بیش از 20 نفر اساساً زادگان تاجیکستان را با گمان تحریضی، اجرا و یاری در حمله بازداشت کردند، ولی تاکنون بعضی شبهه و سوالها باقی مانده است. یک افسر 25 ساله نیروهای مرزبانی تاجیکستان در نتیجه صدمه نقلیاتی در نویه شمزین شاهین به هلاکت رسیده است. یک منبع از ریاست مرزبانی ولایت ختلان در صحبت با رادیو آزادی با تصدیق این خبر گفت حالا تفتیش حادثه از جانب دوستانی گارنیزون حربی شهر کولاب ادامه دارد. تفصیلات در گزارش میرزانبی خالقزاد. این حادثه فاجعه بار روز 8 می رخ داده است. یک منبع از ریاست مرزبانی ولایت ختلان در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد که در نتیجه این صدمه لیتنانت کلان عبدالرحمن میرزا شریف جان خود را از دست داده است. به گفته منبع هنگام سفر به دیدبانگاه دهنه ماشینی که او سوار بود ناگهان از کار میماند و به چقوری 200 متر سرازیر می شود. عبدالرحمن در نتیجه سخت جراحت برداشته در جای حادثه هلاک می گردد. منبع افزود که حالا تفتیشات این قضیه از جانب دادستانی گارنیزون حربی شهر کولاب ادامه دارد. لب دریای 5 راه ساخته ایستادند. در گذشته این منطقه کسناگذر بود و جر و تپه های بسیار دارد. از سوی دیگر باشد دریای 5 است. لیتنانت کلان عبدالرحمن میرزا شریف با یک نفر دیگر با جیپ موسا و دیدبانگاه دهنه که در همین منطقه جایگیر است میروند و ماشین از کار میماند و همراهش از ماشین میپرد و او همراه ماشین در یک چقوری میرود که 200 متر بوده است و در همونجا زخمی شده میفافتد، گفت مصاحب ما. عبدالرحمن میرزا شریف ساکن دهه سرمیدان ناحیه مومن‌آباد بوده است و جسد او را روز 9 می در قبرستان همین دهات به خاک سپردند. یکی از ساکنان دهه روز 16 می در صحبت با رادیو آزادی گفت عبدالرحمن جوان نمونوی و دوست داشته ساکنان این دهه بود. با گفته او عبدالرحمن همگی 2 ماه پیش ازدواج کرده بود و آرزوهای زیادی برای آینده داشت. موضعی که صدمه در آن رخ داده است چند سال باز زیر ساختمان راه سرحدی قرار دارد. مقامات ناحیه شمس‌الدین شاهین 1 سال پیش گفته بودند که با انجام پره ساختمان راه نظارت سرحد کاملا به دست نیروهای مرزبانی خواهد گذشت، ولی تا حال معلوم نیست که ساختمان راه کی به آخر میرسد. این زمان چند دیدبانگاه و اتریت سرحدی به این منطقه کوچانیده شدند و مرزبانان اکنون به خط سرحدی افغانستان نزدیکتر هستند. این اولین حادثه تلفات جانی در میان افسران و سربازان در مرز نیست. مقامات پیشتر نیز از هلاکت خدمتچیان حربی در نتیجه صدمه‌های مربوط به راه و شرایط دشوار کوهی و بی احتیاطی خبر داده بودند. رو می‌ریم به موضوعهای دیگر. دوم دولتی روسیه طرح ابتدایی قانون را قبول کرد که به مهاجران امکان می‌دهد با یک پاتنت در 2 منطقه کار کنند. ترتیب نو به مسکو و ولایت مسکو، اینچنین سنت پترزبورگ و ولایت لنینگراد داخل خواهد داشت. این سند را حکومت روسیه ماه مارت به دوم دولتی پیشنهاد کرده بود. طبق لایحه قانون مهاجرانی که مثلا در حدود مسکو پاتنت گرفتند می‌توانند در قلمرو ولایت مسکو و آنهایی که اجازه کار در سنت پترزبورگ به دست
دست آوردند حق پیدا میکنند در ولایت لنینگراد فعالیت نمایند. شرط حتمی بسته شدن قرارداد میان رهبران این منطقه ها برای جلب مهاجران به کار طریق پاتنت می باشد. هنوز معلوم نیست که طرح قانون در نهایت قبول می شود یا نه. بر پایه معلومات رسمی تو 15% مهاجرانی که برای گرفتن پاتنت در ولایت مسکو مراجعت کردند در قید مهاجرتی در مسکو بودند و برعکس تقریبا 8% شهروندان خارجی که برای گرفتن پاتنت در مسکو مراجعت کردند در ولایت مسکو ثبت نام شدند. از این پیشتر وزارت کارهای داخلی روسیه گفت که جزا برای جلب مهاجران غیر قانونی به کار را سخت‌تر کردند. به گفته وزارت از این پس اگر کارفرمای یا شرکت مهاجر غیر قانونی را به کار بگیرد از 70,000 روبل تا به 1,000,000 روبل جریمه می شود. برمیگردیم به تاجیکستان. هفته گذشته پرزیدنت تاجیکستان با امضا گذاشتن زیر اصلاح قانون جزا برای لایک در شبکه‌های اجتماعی را از کودکس جنایی برداشت. این قانون تقریبا 7 سال عمل کرد و طبق آن بیش از 1,500,000 کس جزا گرفتند. حالا برخی از پیوندان محکوم شدگان امیدوارند که بعد برداشتن جزا برای لایک نزدیکان آنها آزاد میشوند. یکی از آنها اویلای شرافوف در شهر اسفر است که همکارم فرزان محمدی با آنها صحبت داشت. همسر و دختر کمالالدین شرافوف 72 ساله تقریبا هر ماه چنین خوراک سرغذا آماده میکنند و به یکی از زندانهای شهر دوشنبه میبرند. اولی ماه می سال 2023 کمالالدین شرافوف را با جرم افراطگرایی بازداشت کردند و سپس با حکم دادگاه 5 سال زندانی نمودند. 4 مغز و مویز و عسل و همه‌های ارلشکره تیار میکنم برای شوهرم 2 سال باز در محبسخانه هستند. امیدوارم که همه خوراک های من بردگی میخورند و به نزد نبیره‌های فرزندانشان برمیگردند. پیوندانش میگویند کمالالدین شرافوف به پسندیدن صحیفه و تماشای نوارهای ممنوع در شبکه‌های اجتماعی گناهکار شده است. نمایندگان دادگاه شهر اسفر ماه آگوست همان سال خبر را تصدیق کرده بودند. آن زمان به سبب مشکلی مالی این خانواده وکیل مدافع نداشت و به همین دلیل به زینه‌های بالایی دادگاه نیز مراجعت نکردند. عنایت خان شرافوف میگوید شوهرش انسانی راستقول و عدالتخواه بود و نظرش را جسورانه عایده مشکلات میگفت. حقیقت گو بودم. بعضا وای میکردم من بعضا تاکید میستادم که حقیقت گویی هم نکنید دلی وای آدم سخت میرسد. میگفتم بعد خیلی کن عادت باشد می ندونم. همین خیلی آدم بودم. خیلی آدم خوب بودم. گلجهان شرافوف و دختر کمالالدین شرافوف میگوید هنگام ارائه سخن آخرین پدرش در دادگاه از وضع سلامتیش شکایت کرده خواهان توبت شده بود، ولی آن زمان دادرس گفته است که در زندان توبت میگیرد. به گفته پیوندانش از زمان بازداشت به سبب پیری خیلی افگار شده است. در ملاقات میریم فقط کمتر سلامتیشان همه وضع سلامتی پاشون نقض نه عصا گرفتگی حاضر همین وضع سلامتیشان شکایت میکنن. لیکن فقط امیدوار که من خدا خواهد برمیگردم و پیش نبیره هم پیش ها رفته دوام حیاتم همونجا با حیام سرشم خوبه. حالا با تصویب قانون نو از سوی پارلمان و پرزیدنت تاجیکستان انگشت زدن به علامت پسند یا لایک در زیر مطلب‌های اینترنتی که قبلا صدها کس را به زندان برده است دیگر جوابگری جنایی نخواهد داشت. ماه اپریل دلشاد جورایف حقوقدان تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که در صورت عملی شدن قانون آن به گروهی از محکوم شدگان نیز دخل خواهد داشت. او مشورت داد که چنین نفران با یاری وکیلان دفاعشان برای بازبینی شدن حکم دادگاه مراجعت کنند. گرچند پدری من عیبدار باشند هم من از هیچ کس طلب کرده نتوانم هم خواهش کرده نتوانم هم من از تنها پیشوای معظم ملت از پرزیدنت ما خواهش میکنم که همین پدری پیری من دستگیری کرده نزدین بیراشون و آمده شینم. خانواده کمالالدین شرافوف امید برام می‌بندند که بعد این مراجعت دیگر برای پدر زندانیش راهی 500 کیلومتری را طی کرده خوراک نخواهند برد و مقامات و پرزیدنت تاجیکستان او را عفو خواهند کرد.
در گذشته بازداشت و مجازات ساکنان برای نشر معلومات تنقیدی در شبکه‌های اجتماعی را سازمان‌های حامی حقوق تعقیب برای تنقید نامیده بودند. به گفته حامیان حقوق، تاجیکستان با بهانه مبارزه با تروریسم و افراطگرایی آزادی بیان را سرکوب و ناراضیان را زندانی می‌کند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره. شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. دادگاه عالی آمریکا تلاش دونالد ترامپ پرزیدنت این کشور را برای اجرای قرارش درباره لغو حق شهروندی هنگام تولد به چالش کشید. این قراربندی سرقانونی آمریکا را که به طفلان زاده این کشور حق شهروندی داده است زیر سوال میبرد و به هزارها نوزاده که هر سال در ایالات متحده تولد میشوند تأثیر میگذارد. گزارش خبرگزاری رویترز را همکارم زرانگیز نوروز شاه پیشنهاد شما میکند. هفته گذشته زمانی که دادرس‌ها دستور دونالد ترامپ برای محدود کردن دریافت شهروندی به کودکان زاده آمریکا را محاکمه می‌کردند، گروه به نشان اعتراض در نزد بینای دادگاه عالی جمع آمدند. این تصمیم یک تغییر عظیم در برداشت از قانون اساسی آمریکا می شود و به سرنوشت هزاران کودکی که هر سال اینجا به دنیا می آیند تأثیر می گذارد. دادستان کل آمریکا جان ساور از این پیشنهاد مأموریت جانبداری کرد. این دستور محتوای قبلی طرح اصلاح بند 14 قانون اساسی را انعکاس می کند که پیشنهاد شهروندی را برای نوزادان غلامان کفالت میداد، نه به مهاجران غیر قانونی و مهمانان موقتی. ترامپ ماهی انور در نخستین روز کاریش چون پرزیدنت قرار را امضا کرد که بر اساس آن شهروندی کودکانی که در آمریکا زاده شدند ولی کسی از والدانشان شهروندی و یا گرین کارت ندارند باید بیکار کرده شود. دادرس سونیا سوتومایر در جریان محاکمه گفت باور دارد این تصمیم مخالف قرارهای قبلی دادگاه عالی درباره شهروندی است. حتی اگر ما از این گونه عملهای غیر قانونی حکومت اجراییه هراس داریم، در نهایت کنگرس است که مسئله های شهروندی را حل می کند. ولی اگر ما با چنین باور باشیم، چرا ما باید اجازه بدهیم که عملهای غیر قانونی نسبت نفران بیشمار تطبیق شود، مثل آن که قرار از مردم برچیده شدن سلاح از هر شهروند اجرا شود؟ در بند 14 قانون اساسی گفته می شود که تمام شخصانی که در آمریکا تولد شدند و یا حق شهروندی گرفتند و زیر حمایت آن قرار دارند شهروندان ایالات متحده اعتراف می شوند. مخالفان بر اینند که این دستور ترامپ بند مذکور قانون را نقض می کند. با این ترتیب آنهای پیدا می شوند که نه تنها از حق و امتیازات و افتخار امریکایی بودن محروم می شوند، بلکه می توانند عموماً بی شهروندی مانند. با این کودکان ما چیکار میکنیم؟ دادرس‌ها بیشتر به درخواست مأموریت ترامپ برای کم کردن قرارهای بیکار شده از سوی دادگاه فدرالی در ایالت‌ها از جمله واشنگتن را که دستور او را در سراسر کشور مسدود کرده بود توجه کردند. ظاهراً دادرس‌های محافظه‌کار در دادگاه برای محدود کردن امکانیت دادرس‌های زینه‌های پایانی در صادر کردن قرار آماده بودند. ولی آنها هم نمیخواستند بدون تحقیق پهلوهای حقوقی امر ترامپ تصمیم بگیرند. شما چی فکر میکنید؟ چطور ما باید به این مسئله رسیدگی کنیم؟ پس از 2 ساعتی بحث و بررسی ها معلوم نشد که دادگاه بالایی این مسئله را به چه شکل حل خواهد کرد. هیئت دادگاهی در حال حاضر اکثرا از محافظه‌کاران از جمله 3 دادرس عبارت است که در دوره اول پرزیدنتی ترامپ از سوی او تعیین شده بودند. و قرار است امروز دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا با همتای روسش ولادیمیر پوتین درباره خاتمه دادن به جنگ اوکراین گفتگو کند. در ادامه تلاش برای سازش آتشبس بین دو طرفی درگیر دونالد ترامپ همچنین با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین صحبت خواهد داشت. استیو ویتکا فرستاده حکومت آمریکا که تا حال 3 دفعه با پوتین ملاقات داشته است گفت در جریان صحبت دو طرف شیوه‌های پایان دادن به جنگ را بررسی می‌کنند. دوستان مهربان 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. تشکر که تا این ثانیه های برنامه ما رو تماشا کردید. خبرهای نو با عکس و ویدیو در صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، یوتیوب و تیک تاک نشر می شوند. فردا شما رو منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.